دوستانم، مردی سرمایه‌دار در شهر زندگی می کرد، اما به هیچ کسی یاری و کمک نمی کرد. فرزندی هم نداشت و تنها با همسرش زندگی می کرد و یک قصاب در آن شهر بود که به نیازمندان گوشت رایگان می داد. روز به روز نفرت مردم از شخص سرمایه‌دار زیاد می شد. مردم هرچی او را نصیحت می کردند که این سرمایه را برای چی کسی نگاه می داری؟ در جواب می گفت نیاز شما ربطی به من ندارد، بروید از قصاب بگیرید. تا اینکه او مریض شد، هیچ کس به عیادتش نرفت و در نهایت در تنهایی جان داد. هیچ کس حاضر نشد به جنازه او برود. همسرش او را به تنهایی دفن کرد. اما از فردای آن روز اتفاق عجیبی در آن شهر رخ داد. قصاب دیگر به کسی گوشت رایگان نداد. او گفت کسی که پول گوشت را پرداخت میکرد دیروز از دنیا گذشت. آره دوستانم، کسی که پول گوشت را هر روز پرداخت میکرد همان سرمایه دار بود. دوستانم، پس بیایید درباره دیگران قضاوت نکنیم.